همه مصیبت هایی که بر این ملک و ملت فرود آمد در ارواح زباران یک دو شب جمع شد و ایران را قتل عام کردند. گناهمان چه بود؟ گناه آرمانم چه بود؟ مگر نیم قرن 50 سال با شما نبودی؟ مگر نابکاری ها تو را ندیدیم و ساکت نشستیم؟ غارت ها و تکامل ها و حشا را ندیدیم ساکت نشستیم؟ تا آخر به فتح مطلق رسیدیم، از اسلامتان شک کردیم، قدم به خیابان گذاشتیم، اما با گلوله زنگی و پیشوازمان آمدیم.